اولو تانره نادیل انصاف علی هدایت هستم و برنامه 169 مهندسی جهل رو با حمد و ستایش پروردگار بی همتا آغاز میکنم. با هر کتاب ترکی چند صد ساله قدیمی دستنوشته خطی منحصر به فرد تخصصی که آشنا میشم با موضوعش، با زبان ترکی که در اون به کار رفته، فکر میکنم که بر اعتماد به نفس من، به اعتماد به نفس ملی من، شعور ملی من افزوده میشه و قدرت و قوت میگیره شعور ملی من و من به ترک ها، به تواناییشون و به تمدن آفرینیشون، به تمدن فکریشون، به تمدن احساساتیشون، به تمدن مکتوبشون ایمان میارم و میفهمم که ترک ها دوباره میتوانند بسازند، گرچه شکست خورده اند و بارها هم شکست خورده ایم در تاریخ، ولی دوباره میتوانیم برخیزیم، دوباره میتوانیم بسازیم و از نو بسازیم و راه دیگری باز بکنیم. اگر بنبستی وجود داره حتما باید این رو بشکنیم و ازش خارج بشیم. خب ببینیم که برای امروز با چه کتاب قدیمی تخصصی منحصر به فردی روبرو میشیم و تلاش میکنیم که ازش یاد بگیریم. دوباره برمیگردیم سراغ شرح بهارستان رو دیروز خواندیم. بریم ببینیم امروز در مکنون چی میگه به ما. در مکنون، اول کتاب رو یه مقداری کوچیک بکنیم که در صفحه جا بگیره تا ما با این احمد بشیم. احمد بیجان اونجا رو خوندم و در ذهنم آشنا بشیم با این کتاب. در مکنون تألیف احمد بیجان. اینجا یه تاریخ اینگار اومده، بذار ببینیم تاریخ از چی هست. یه چیزی اینجا نوشتن چسبوندن روی کتاب 1466 که اصلا نیومده هنوز اگر این تاریخ باشه. اگر 1466 میلادی باشه که حدود 500 و خورده ای سال میشه و اینجا یه عددی دیگری هستش که 870 اینجا دیده میشه. حالا بذار ببینیم اینا تاریخ هستش یا نه. اگر این باشه در کتاب میاد. جلد کتاب رو میبینیم در اینجا. جلد کتاب ظاهرا قطعش بلنده و من تلاش میکنم که این رو درصد نشون بده ببینیم چه درصدی هستش. جلد کتاب رو میبینیم تقریبا چرمی بوده و رنگ قهوه‌ای سیر یا سیاه داشته. کتاب جلد رو باز کردن. حالا داخل صفحه رو کتاب رو میریم. اینجا یه صفحه 8 گذاشته، یه عدد 8 نوشته. 142 199 200 یا این 99 هستش، 100 نیست، 99. حالا یا اگر هم نباشه یا البته میشه از طریق اینها در آورد که این چی هستش. ظاهرا یه چیز رو جمع و منها میکنن، حالا هر چی هستش. در مکنون احمد بیجان، تألیف احمد بیجان. این جدیداً نوشته شده روی کتاب. اینجا هم دوباره یه عددی رو نوشتن که حتی این انسان بلد نبوده که اعداد رو چجوری بنویشه. ما اینجا احتمال میدم این 6 باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم. اینجا دیگه نه این نیست. لم ایلی رو لم یولد، لم یلد احتمالا لم یلد ولم یولد ولم بندل دو نوران احد.
حالا این چی هست دیگه متوجه نشدم که این چی هست. این کتاب در کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه و از اینجا متن کتاب شروع میشه، ولی همونطور که ملاحظه میکنید کتاب به شدت آسیب دیده. هم از جلد متوجه میشیم، هم از این صفحه‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم رو نوشته و هم صفحه های اول متوجه میشیم کتاب خیلی آسیب جدی دیده. شیرازه کتاب در اینجا پاره شده، آب رفتگی، نم کشیدگی و پوسیدگی در کتاب راه یافته. قسمت هایی از کتاب در شیرازه کتاب با چسب کاغذی چسبوندن، احتمالاً با سریشم یا با چسب، احتمالاً چسبوندن و اینجا در حاشیه صفحه کتاب باز متوجه میشیم که کتاب پاره شده و چسبوندن. تقریبا در هر صفحه تا اینجا یک دو تا چسب رو میتونیم ببینیم، در صفحه بعد هم همینطور. هرچی که یه مقدار میریم جلوتر یه مقدار بر سلامتی کتاب افزوده میشه، اما بر وسط کتاب یعنی شیرازه کتاب رو هنوز اون چیز هستش. حالا من خیلی به ظاهر کتاب، کاغذ و وضعیتش نگاه کردم، ولی برگردیم یه نگاهی هم بندازیم به اینکه خط کتاب من حالا بله این کتاب ترکی هستش، صفحه اول عربی هست، صفحه دوم ترکی هستش. خیلی خط زیبایی، با خط زیبایی نوشته شده که من که در زبان ترکی و به خصوص ترکی فارسی قدیمی و تخصصی دستنویس چند صد ساله بی سواد مطلق هستم، احتمال میدم که بتونم 99% کلمات این کتاب رو اگر مفاهیمشم نفهمم بتونم بخونم، برای اینکه خیلی روشن و واضح نوشته شده، طوری نوشته شده من میتونم باهاش ارتباط عاطفی، فکری، اخلاقی، حتی احساسی برقرار بکنم، اون رو بفهمم و مال خودم بکنم، متعلق به من بشه دیگه. این در کتاب از رنگ قرمز استفاده شده به عنوان بعضی کلمات یا آیات یا سرفصل ها که پاراگراف ها رو از هم جدا میکنه، از 3 نقطه کنار هم و روی هم، 2 تا نقطه کنار هم و یک بالا، به عنوان تزیین بعضی از کلمات استفاده شده. نقطه‌ای که تو خالی هست البته در متن هم ازش استفاده شده. از آ، اونجایی که صدای آ هست نه ا، در اونجا ظاهرا از رنگ قرمز به عنوان کلاه یا آ مددار استفاده کرده و نوشته در عربی ها. حالا در ترکی ها آیا یه چنین چیزی رو نوشته یا نه باید به تدریج بریم ببینیم. به نظر میاد اونجاهایی که اون 3 نقطه رو گذاشته و البته اینجا میبینم دوباره تو عربی ها بعضا ه رو هم نوشته. از 3 نقطه برای مشخص کردن، اگر با رنگ قرمز ننوشته، برای مشخص کردن متن‌های عربی، کلمات عربی، جمله‌های عربی استفاده کرده که امروزه بهش میگن درناغ راسته، یعنی حالا نمیدونم فارسیش یادم رفته که چی گفته میشه، ولی خب از نقطه خیلی استفاده کرده. حالا ببینیم که آیا درست استفاده کرده یا درست استفاده نکرده. بعضی از کلمات رو همچنین مثلا اینجا در مورد باب ها می نویسه به رنگ قرمز و بیرنج باج، اینا همه قرمز هستش. بسیار خط جالبی داره. این کتاب در 260 صفحه در کتاب نوشته شده که اگر کاغذ برگ نگاه بکنیم که 2 رو داره، صفحه رو و پشت 130 صفحه میشه که در PDF هم در 130 صفحه اینها رو نوشته. من با یه مقدار سرعت بیشتری این رو ورق میزنم. دوباره اینجا اومده تقسیم بندی کرده که حالا ما بتونیم اگه برسیم خوب میشه. اینجا با یه دایره روبرو هستیم که قبله سرطان، فلک سرطان، قبله اینجا هست، قبله سرطان
و نحل یا زحل هستش احتمالاً. بله، اسامی ماها و اینها رو احتمالاً نوشته، یعنی اون قمرهای آسمانی و ماها رو نوشته و زمین در مرکز هستش و سیاره ها در اطراف اون در دایره های مشخص و با فاصله های مشخصی اینها رو قرار داده. به نظرم حالا بعداً ببینیم که این چی هست، در موردش حتما میخونیم ببینیم این جدول چی هست. اینجا یک مقدار قلم فرق میکنه، احتمالاً هم این فرقش به خاطر این آب یا هر چیزی که وارد شده به خاطر اون باشه. خیلی تأثیری در یه مقدار بزرگتر شد به نظرم اومد که کلمات یه مقدار کلوفتر، ضخیمتر نوشته شدند. حالا اینها رو میخونیم. من یه مقدار با سرعت بیشتری کتاب رو ورق میزنم که خیلی دیگه تو رو تفسیر اگر چیز جدیدی دیده نشه تو رو تفسیر ندیم و برگردیم و کتاب رو بخونیم، چون دیروز دیدم که من 30 و چند دقیقه در مورد فقط وضعیت ظاهری کتاب صحبت کردم. اینجا نشون میده که کتاب در شیرازه کتاب پاره شده و اینجا افتاده. متاسفانه یا خوشبختانه تلاش کردن این کتاب رو با سریشم یا با چسب بچسبونن و نذارن که کاملا شیرازه ها و جدا بشه و صفحه ها بریزه. در هر صفحه تقریبا میشه گفتش که از چسب کاغذی استفاده کردن. کتاب آسیب جدی دیده، اما متن نوشتار، یعنی اون فکر، اون احساسات، اون اندیشه، اون نگاه، اون راهی که اون زبانی که انتخاب کرده برای کتاب خیلی آسیب ندیده. میتونیم اونها رو بخونیم و ازش لذت ببریم. برای یه مدتی از رنگ قرمز استفاده نکرده بود، دوباره شروع کرد به استفاده، ولی از اینجا به بعد قلم عوض میشه. تا اینجا یه قلمه و از اینجا به بعد قلم، از این 2 صفحه به بعد قلم عوض میشه و جالب اینه که من اینجا لیمون رو میبینم. لیمون سویل اچلر، یالا اینجا در مورد انگار در مورد داروها صحبت میکنه. یعنی دوباره این 1-2 صفحه که میره دوباره تغییر میکنه و به همون خط اولیه برمیگرده. این هم یه چیزی جالبی بود که دیدم. خب منت باید رحمت بفرستیم برای اون کسانی که این کتاب رو به هر حال تلاش کرده نگه دارن. در گرچه آسیب زیادی دیده اما به دست ما رسیده و شکرگزار الله باشیم انسان‌هایی رو خلق کرده که اونها با خلاقیتشون PDF و اینترنت و اینها و کامپیوتر اینها رو برای ما ایجاد کردن که ما ازش استفاده بکنیم و این کتاب‌هایی که احتمالاً تو عمرمون فکر می‌کردیم وجود نداره و جزو مهندسان جهل اینها رو از ما اینجا خیلی کتاب آسیب دیده متاسفانه. رنگ‌ها خیلی به هم انگار که با یه چیزی پاک کردن. بعضی از کلمات کاملا از بین رفته متاسفانه. خب رسیدیم آخر کتاب. این آخر کتاب یه ببینیم که آیا یه تاریخی میتونیم ازش در بیاریم، بعد بریم اول کتاب. بذارید ببینیم، من از این صفحه شروع بکنم. اگر سرر لرسه اگر سوال بکنن سرماق امروزه با سین یا می نویسیم، در گذشته ظاهرا با سات می نوشته شده مثل صورت. سرر لرسه یعنی دیگرانی باشن که مجهولن، نمیدونیم کی هستن. اگه سوال بکنن اگر سرر لرسه کافرون حقی مسلمان üzerinde نچه olur. جواب، حالا اینجا مثل چواب نوشته، 3 نقطه داره. جواب budur ki kafire rahmet ola. Kafire rahmet olacak değildir ki sevap verile. Ol kafirun hakkı kadar azab çeker. Eğer sorsalar kafirler dünyada hayırlar eylerler, ol hayırlar zayi olur mu? Cevap budur ki kafir sevap ve
kafire sabah verilmez ama müminlerin müflis galanine بخش olur. اینجا دیگه خیلی چرند و پرنده از نظر من. به هر حال این براش خیلی مهم بوده که اینجوری باشه. müflis galanine بخش اده olur. neceler olar kim peygamberin şefaatiyle, neceler Allah'ın inayeti ile, neceler de dostların birine şefaat kılmağıyla, neceler firiştelerin şefaati ile rahmet gelsine ihtimalen gelsiyene Hakkı Teala Hazretlerinin inayetidir. İlahi biz müflis ve mendebur. این رفته تو فارسی. biz müflis ve mendebur kalmış kullarına inayetün ve onların şefaatini nasip eyle bize layık ettün. Sana bize layık et. Bize layıkın ettün. Sana layık eyle. Umid ننوشته با دالزال نوشته. Ümidim oldur ki üç günah toprağın, bir avuç günah toprağın rahmetün deryasında mahv et. Ol la'ini çor ve hacil edesin. Habibün Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şad edesin. Onun hürmeti için ana vaad-i kerim vaad-i kerim ettün. Ol vaad-i kerim yerine getiresin. Nebiyyin ve fazlün ya nebiyyüke ve fazlüke ya احتمالا اینجوری باید بخونیم اینجا رو دیگه. اینجا درسته مثل نون نوشته کاف رو، ولی فکر میکنم عربی باید بخونیم. نبیک و فضلک یا رب العالمین و یا خیر الناصرین و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه الطیبین الطاهرین. تمت الحروف معروف به اون الله الملک الوهاب. اینجا من میخواستم ببینم آیا یه تاریخی وجود داره. متاسفانه با تاریخی مواجه نشدیم. بریم اول کتاب ببینیم که بسم الله الرحمن هذا کتاب در مکنون بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آیه تموم شد نقطه. قال الله تعالی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من مسلوعات الحمد لله الذی. اینجا یه نقطه گذاشته، نمیدونم چرا، چون که تموم نشده. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور. حالا اینجا تموم شد. تا اینجا سه نقطه رو گذاشته. حالا ببینیم چی میشه. خالق الاشیاء و املاک. خالق الاشیاء با الف ممدوده و املاک و الملائکه و الجن و الانس و الحیوانات یا حیوانات، حالا هر جوری بخونیم، و الوحوش و الطیور و رازق الارزاق و خالق الاخلاق و قادر المقدور و قاهر المقهور. حالا اینجا انگار از ویرگوله. اینها ویرگول، حالت اونی که گفتم نقطه هست ظاهرا حالت ویرگول داره، برای اینکه میگه که قاهر المقهور، حالا بگیم ویرگول، احد ویرگول، قادر. دوباره حالا اینا دیگه من تکرار نمی کنم. علی ما یشاء و هو الغفور الشکور. اشهد ان، حالا اونجا نقطه احتمال باشه، یعنی معلوم نیست که بین نقطه و چی ویرگول فرقی قائل نیست، ولی خب با این نقطه هایی که میذاره حداقل یه مقدار کمک میکنه که بدونیم که اینها چه شکلی هستش. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد. اونجا له دو تا نوشته شده. لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع البصیر العادل یوم الحشر
و نشور. اینجا این عدل یوم الحشر و نشور، این با اون چیزی که آخرش گفت اصلا نمیخونه به نظر من. اشهد ان، چون که برای الله فکر نکنم که اینکه آدمی دین داره یا نداره و یا چه دینی داره براش مهم باشه. فکر نمی کنم یه چنین چیزی لکم دینکم و لی دین، یعنی اون رو پذیرفته. در از دین هم منظور همون قوانین اجتماعی وجود داره که حالا یه پیغمبری آورده، یه بزرگی آورده، یا اینکه یه پادشاهی گذاشته، یا اینکه به سنت اجتماعی شده. به هر حال از یه جایی شروع شده تبدیل شده به سنت. دین اونجا به معنی این نیستش که حتما از طرف الله اومده باشه. لکم دینکم، شما بت پرستید، 1000 تا بت دارید، باشه، داشته باشید، ما هم دین خودمون رو داریم. اینجا دین به معنی آیین زندگی هست، روش زندگی هست، روش آرمان شهری هستش. یوم الحشر و نشور، اینجا 3 نقطه گذاشته و تموم شده، یعنی انگار که اونجا که 3 نقطه گذاشته بود شروع شده بود، این بالا مربوط به آیات قرآن بود. از این وسط خود نویسنده داره الله تبارک و تعالی رو شکر میذاره و حمد و ثنا میکنه و بعد حالا دوباره اینجا میگه عقیده من چیه. الله علیه و آله و اصحابه و سلم تسلیما الی یوم الحشر و نشور. دوباره اینجا میگه که آقا ما تا روز حشر و نشر تسلیم هستیم به محمد صلی الله علیه و سلم. اما بعده بلینکی حق سبحانه و تعالی جل و علا واحد در، فرد در، سمد در، قادر در، قدرتندن صانع در، صنعتندن قدیم در، لم یزل در. بیت، یه بیت رو آورده به فارسی، این رو نوشته برای اینکه جدا بکنه. حالا یه مطلب جدیدی میاد. اولی بی ابتدا، آخری بی انتها. حالا اینجا شعر هستش، به خاطر این در وسط این دوتا اون 3 نقطه رو که عرض کردم گذاشته که دوستان اگه بخوان میتونن اینها رو ببینن تو یوتیوب که الان داریم زنده اجرا میکنیم. حق جل و علا bir kezli gencidi. حالا این چی؟ diledi kim? حق جل و علا bir kezler یا bir kezlü gencidi. نمیدونم اینجا چه معنی میتونه داشته باشه. گنجدی یعنی آیا جوان بود یک بار، به این معنی هست. حق جل و علا bir kezlü یا bir kezler gencidi. diledi kim یعنی خود الله آرزو کرد که گنجین اظهار ایله. اینجا گنج یه چیز دیگه است، من به اون معنی نیستش. bir kezlü gencidi نمیدونم یعنی چی، ولی در جمله بعدی معنی رو تغییر میده، یعنی تلاش میکنه معنی رو برسونه. دیلدیکم یعنی خود الله اراده کرد. دلمک در زبان ترکی به معنی آرزوی همراه با اراده هستش، آرزوی خاص نیست. شما یکی رو دوست دارید ولی نمیتونید بهش بگید یا حرکتی بکنید، ولی اگر بیایید این رو یه حرکتی بکنید، بگید، نشون بدید، برای رسیدن به اون تلاش بکنید، مثل لیلی و مجنون و مثل اون داستان‌هایی که اینجا خوندیم، اینجا شما از آرزو میگذارید به اراده میرسید. در نتیجه دلدی کم گجن اظهار ایلیه، gücün احتمالاً حق جل و علا bir kezler، نه güc نیست این، چون احتمالاً اینجا گنجیدی دیلدیم که گجن، حالا اون گنجیدی gücün این عین هم نوشته شده اما مفهومش یه مقدار برای من گنگ موند، چون که این انسان نمیتونه بگه انسان الله bir kezler یعنی با بارهایی،
یعنی برای الله انگار زمان و جغرافیا قائل میشه، داخل این زمان و جغرافیا. وقتی از این کلمه استفاده بکنیم یعنی الله محدود میشه به زمانها و مکانها، انگار مثلا یه زمانهایی زور و قدرت داشته یا گنج بوده، یه زمانهایی نبوده، یه زمانهایی اراده کرده خلق بکنه، یه زمانهایی اراده نکرده خلق بکنه. اینو میخواد بگه حق جل و، یعنی نمیخوام اینو بگه حق جل و علا bir kezler gencdi diledik gencin izhar eyleye. احتمالاً جوانی خودش اظهار بکنه، نشون بده. اظهار نشون دادن، نمایش دادنه، نه به معنی بیان کردن. اظهار eyleye. ایشبو در همینجا ایشبو یک عالملری وار eyleye که این عالمهایی که نبودند رو وار بکنه. پس بیزنی عرشی و کرسی یری، حالا اینجا یه تی نوشته یا یریی، احتمالا نمیدونم پرنی هم میتونه باشه، پری البته نی هست یا تی هست. پس یرنی عرشی و کرسی و gökleri و yerleri، نه اون یرنی نیست، پرلی یرلی، نمیدونم اون کلمه رو نمیتونم بفهمم. پس بیرلی احتمالاً باشه، بیرلی عرشی یعنی همزمان، birliği, erşi ve kürsüyü ve gökleri ve yerleri ve bunların içinde olan acayibi ve firişteleri ve aç ve uçmağı ve tümmi ve içmağı ve تموی. این تموی با تی دسته‌دار چی هستش؟ و yerdeki acayipleri تموی چی میتونه باشه؟ و uçmağı و تموی، uçmak پرواز، این تموی چی هستش؟ و yerdeki acayibی و دیگرleri و ربع مسکونی و تاغleri، تاغlar dağ کوه، tağları agıttı suları، agıttı yani cari کرد، agıtmak. الان ما میگیم آخته، یعنی الان به خ داریم میگیم این رو در تبریز در آذربایجان، جاری کرد، آخته. ولی آگتی سولری و شجراتی، آغاچلاری و املاکی و حبی، حب دونه ها، و آنسی تاکم خالقون قدرتون و انسی انسان و انسی تاکم خالقون قدرتون و عظمتون bildireler zikr edeler، bildireler zikr edeler، هم befahmend هم zikr بکنند. آنها عبادت ederler، nitekim buyurmuştur، نتیجه خود الله تعالی فرموده. حالا اینجا از سه نقطه است و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. این برای اولین باره که میدونیم عبادت رو در این آیه که به معنی عبادت هستش، این نویسنده به عنوان عبادت به کار میبره. در قبلی به معنی شناخت به کار برده بودن. حالا ببینیم که ادامه چی میگه. و ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. آیه تموم شد. پس حق تعالی hazretlerinin قدرتinden و عظمتinden علم ایرادوگر ها. اینجا نگاه کنید دوباره کلمه علم رو چیز کرد، علم اردوگی قدر، علم احتمالا علم ایرادوگی یعنی رسید به اون مقداری که به علم دست یافته. از پس حق تعالی hazretlerinin قدرتinden و عظمتinden علم ایرادوگی قدر bir مقدار بیان ایلیم. حالا خودش میگه اون قدری که دستم به علم رسیده از در رابطه با الله تبارک و تعالی، اون رو میخوام بیان، یه مقدار bir مقدار بیان ایلیم تا کم حقن قدرتون و عظمتون. حالا اینجا دوباره سه نقطه گذاشته، یعنی چی؟ بذار ببینیم. bundan قیاس edersin. Bu azacık خیلی کم، یه مقدار اندکی، azacık. کلمه وقتی جق اضافه میشه به هر چیزی،
حالت صغیر، تصغیر، کوچیکی، حقیری، حقارت رو نشون میده. آدمجق یعنی آدم حقیر. مثلا cücecik یعنی خیلی جوجه کوچولو. uşakcık، maşıncık، evcik، evcilik. حتی اینجا یعنی بچگانه، evcilik یعنی بچگانه بازی کردن، انگار که مثلا اینا زن و شوهری که evcilik gelirler، یعنی مثل بچه ها رفتار میکنن اینجوری. خب bundan qiyas edəsin, bu azacıq ömr içində fitne zamanında cəhani keşf edib cəzməyə ehtiyac olmaya. اینجا جهانی گشت edib. این کشت معنی نمیده با ادامه جمله. جهانی گشت edib dolanasan. این گشت، حالا بعداً برگردیم ببینیم آیا گشت کلمه ترکی هست یا فارسیه. به نظر میاد که ترکی باشه. حالا رفته به فارسی گشتن و گردیدن شده. حالا این رو باید ریشه شد دید که چی هست. جهانی گشت edib gezmege، از کلمه گشت از گزمک ساخته شده باشه احتمالاً چون افعال بیقاعده باشه. نمیدونم. البته بیقاعده هم نیست. gezdim، gezdin، gezdi، gezdik، gezdiniz، gezdiler. geçmişte gezmiştim، obrisinde gezmişim. هر میتونیم یعنی این احتمالاً، حالا میگم این گزمک به فارسی رفته باشه به شکل جشت شده باشه. حالا بذاری ببینیم چی میشه. احتیاج olmaya cehani bu azacık ömür içinde fitne zamanında cehani geçt edip gezmeye ihtiyaç olmayan neçe padikta پارنتا یا پارکتا بلردن، پاره کتابلردن. ببخشید این اونجا این نقطه رو گذاشته، یه نقطه قرمز گذاشته. احتمال میدم که مثل خط امروزی عمل میکنه که اگر یه بخشی از کلمه رو انتهای سطر بعدی قبلی و ابتدای سطر اول بنویسیم، الان با یه خط این رو مشخص میکنن در کامپیوتر و در کتاب ها که یعنی این کلمه ناقص موند، ادامش تو سطر بعدیه. اینجا از نقطه استفاده کرده. نت پاره کتابلردن جمع edip kimi tefasirden ve kimi ahadis nebeviyeden ve kimi rivayetle hikayetlerden akl kabul ettiklerinden götürüp bir kitap ettim ve ani durr meknun dedim. Ta kim mutala'a gelenler hakkı Teala Hazretinin kudretin ve azametin ve sen'ün bileler. Bu fakiri dua ile yad edeler. Ol dahi dua bile bulune. Dua bile bulune hakkı Teala'nın rahmeti ana ire برسه. آمین یا معین به حرمت محمد و آله و صحبه اجمعین. اینجا روی هی دو چشم گذاشته، یعنی حتما باید این رو هی تلفظ بکنید. و آلهی رو حالا در قبلی ها مد گذاشته بود، کلاه گذاشته بود و در اینجا ولی یه آیه کوچولو کنار قبل از گذاشته تا دوباره این هم عربی به معنی همون مده. آلهی و صحبه اجمعین. پس نچلر نه این نچه نیستش، بنچلر و امارتلر، بنچلر احتمالاً بنچلر بنا، یعنی کسایی که بنا میسازن. بنچلر و امارتلر ویلر یا پارلر. پس بنچلر و امارتلر ویلر و زاویلر. زاویه یک مثل مسجد هست ولی چیز نیست، مالا یه خانگاه امروزه در فارسی به خانگاه مشهوره. و زاویلر یپلر، یپماخ
در زبان ترکی هم به کار، در آذربایجان هم در روستاها به کار میره. یاپماخ، یاپما، یاپر، این فقط در اون لغت استفاده میشه. من تا اونجایی که تو ذهن من بچه بودم خیلی ذهنم نمیاد دوستانی که سلام علیکم، علیکم سلام، دوستانی که یه مقدار بیشتری در روستا مانده باشن و یا با فارسی انس کمتری گرفته باشن میتونن اینها رو، ریشه های چنین افعال و کلمات رو بهتر از من بگن. خب پس بناچیلر، من فکر میکنم که بناچیلر به انریزه شده، همون بنا هم از این احتمال هم میاد. بناچیلر یعنی کسایی که بنا میکنن، و امارتلر و زاویه‌لر یپرلر، این بناچیلر اینها رو میسازن، امارت ها و زاویه ها رو میسازن. گاپولرنده تاریخلر و آدلر یازرلر، در جلوی درشون یا در بالای درشون گاپولرنده، در روی درشون یا ورودیشون اینجا گاپولرو، گاپو، گاپو. احتمالا این گاپو و گاپان هم از اینجا باشه، نمیدونم. گاپو، این گاپماخ میکنه. گاپماخ مثل گاز گرفتن هست، در میاد گاپلماخ میکنه، یعنی گابلمه هم همینجوری هستش، گاپ میشه یعنی چفت جور میشه و گاپ میشه، یعنی احتمالاً کسایی وارد این میشن و این بسته میشه، مثل دهان که ما هر چیزی رو گاز بزنیم، سیب رو یا هر چیزی رو، این رو یا بگیریم بهش میگن گاپ، گاپماخ. و این رفته به فارسی شده مثلا گاز گرفتن دیگه، در رو در دیگه در اونجا گاز نمیگیره، ما اینجا به شکل خاصی اون استفاده میکنیم. این مثلا یه چیزی که خارج هست داخل میاد و این رو دیگه نمیذاره بیرون ببینه، مثل عرض کردم گرفتن از یه چیز رو اگر یه جایی بگیریم به سرعت، این هستش. حالا گاپولارنده تاریخلر و آدلر یازارلر، بالای درشون، حالا من اینجوری تفسیر بکنم در فارسی، چون این باید اینجوری به فارسی تبدیل بشه، در ترکی خیلی زیبا دیده میشه. گاپولرنده، گاپو تنها به خود در گفته نمیشه، به اون مجموعه ورودی گفته میشه. گاپولرنده تاریخلر و adler yazarlar. Bu falan kişinin xeyri imiş desinler ve vay ne hayırlı kişi imiş desinler. Vay ne hayırlı kişiymiş desinler. Xeyli ziba ve samimi نوشته. Diyor bunun gibi nesneler ziyadedir. Riyadır, bebخشید. Bunun gibi nesneler riyadır. حق تعالی ریایی له اولان عملی قبول ایلمز. حالا اینجا برای احتمالا به خاطر اینم اسم خودشون نمی نویسه و تاریخ هم نمی نویسه، برای اینکه این گاپوشه دیگه، اینجا گاپوی این هستش. در اصفهان هم یه چیزایی هستش گاپو هستش، آلا گاپو، آلا گاپو، گاپو نیست این، گاپو. البته گاپو دیگه در نوشتن احتمالاً اینجوری بوده، آلا گاپو، آلی گاپو، همون آلو اعلا به اون معنی هستش، نه به معنی رنگی یا سفید یا قرمز، به این معنی نیست، به معنی اعلا هستش. آلا گاپو، اعلا گاپو. خب desinler. خب nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruptur. حالا اینجا یه حدیث هست بدون صداگذاری، فقط یه تشدید میبینم و دو تا تشدید داره در کلمات و یه دونه سکون. الریا یأکل العمل کالنار فی الحطب. ریا عمل رو از بین میبره، میخوره عمل رو از بین میبره، مثل اینکه آتیش افتاده در چوب یا درخت یا جنگل. حطب رو به این معنی، هر معنی که بگیرید همون میشه. اینگار این آتش سوزی هایی که در جنگل ها میشه، این همون حطب فرض بکنید. میگه ریا مثل اون آتشی که بیفته تو جنگل، این رو بسوزونه، محو میکنه دیگه. یعنی ریا عملی یر میخوره، یر گذشته هست ولی انگار به آینده میگه، یر یعنی میخوره، همین الان یا در آینده. نتکیم
اود اودونی یر، همونطور که اود آتش، اود نوشته، اود اودونی، اودونی، اودون، اودون، اود اودون. یه دوست خیلی خوب اینو توضیح داده بود، ویدیوشو من فکر کنم تو اینستاگرام منم شیر کردم، خیلی جالب بود. رفته بود یه جایی میخواست حالا اونجا آتیش روشن بکنه و کلمات مربوط به اون رو خیلی خوب چیده بود. میگفت مثلا ما شب هستش، پدران ما مادران ما جمع شدن، سرما هست یا هر چیزی، حالا میخوان چیز باشن، آتیش روشن بکنن. چیکار بکنن؟ اود دوزلدلر. چیکار میکردن؟ میرفتن یه چیزی که بسوزه، اودون، اون چیزی که باید بسوزه، اونو جمع میکردن. بعد می آوردن کجا میذاشتن؟ اجاق، اون جایی که اودجاق، اود اولانیر، جایی که آتیش هست، اودجاق، اونجا میذاشتن. بعد اردا اتراق میکردن، اتراق، اونجا می نشستن، اتورماق، اترور. اینجا نگاه کنید خیلی زیبا این لغت ها خیلی به هم وصله و از یه چیزی یه فرهنگ زاده میشه، یه تمدن. آتیش خودش میدونی که اصلا خود این که تمدن انسانی پیدا شده احتمالاً با آتیشه و امروز هم با آتیشه. یعنی تمامی این جنگ ها و اینا همش در همه اینها سلاح ها آتیش وجود داره. احتمالاً آتش مهمترین کشف، حالا کشف انسان هم نبود، طبیعت داد به انسان، یه چیز طبیعی بود، اتفاق افتاد، انسان تونست این رو مهار بکنه، ازش استفاده رو یاد بگیره که حالا بعد معادن رو باهاش آب میکنه. معادن در زبان عربی به معنی فلزاته، فلزات رو آب میکنه و ازش اشیا میسازه و بعد سلاح‌های مختلف رو میسازه، غذا میسازه، ظروف اینا دیگه همه چیز با آتش. امروز هم همینطوره. همین امروز هم که با شما صحبت میکنم همه چیز به آتش وابسته هست و تمدن سازه. این حال میتونه تمدن سوزم بشه. چه جنگ هایی، چه انسان های زیادی، چه صحراها و دشت هایی که با آتش از بین نرفتن. در شرق به خصوص مسلمان، من تا اونجایی که میدونم خاورمیانه بتونیم بگیم، خونه ها با آتش سوزی از بین نمیره. مثلا ما تو داستان های خیالی ایرانی میبینیم که مغول ها یا اسکندر اومده شهرها رو آتیش زدن از بین. آقا شهرهای ایران امروز بتونیه، دیروز سنگ و قل بود، گل و کاه بود و پس پیروز دیروز نمیدونم ها، پس پریروز میشه چی میگه، عبارت از کاه گل ساده. من خودم وقتی به تبریز در سال 52 حالا یادم نیست کوچ کردیم، فکر کنم 51 بود، 1351 به تبریز کوچ کردیم. فامیل های ما در شاه آباد، اسمش بود شاه آباد، امروزه مفتح فکر میکنم میکن، اونجا خونه خریده بودن. خونه دیوارش آجر نبود، هیچ چیزی آجری نبود. این مثلا پایین دیوار گل سرخ، حالا چی باید بهش بگیم، رس بود که اینجوری در پایین بنوره پایه ساختمان 1 متر بود عرضش. هر چقدر بالاتر میرفت به ارتفاع بالاتر از اون کاسته میشد، از عرضش کاسته میشد تا به چیز بشه. دیوار کجی بود دیگه. حالا و فقط گل ها رو به هم حالا اینها رو چه با سنگ بسازیم که مثلا ما خونمون در روستا، تمامی خونه ها در روستا در آذربایجان با سنگ و کاه گل ساخته شده. در تاریخ هم همین بوده، چون خیلی درخت زیادی وجود نه، اصلا ما به اون تکنولوژی احتمال دست نیافته بودیم که بتونیم مثلا خونه ها رو از چوب بسازیم و چون خیلی سرد بود چوب اصلا دوام نمی آورد. اینجا در کانادا الان همه جا با خونه ها چوب ساخته میشه تا 5 طبقه 4 طبقه، ولی علت این که اینجا دوام میاره اینه که یاد گرفتن به تدریج این رو یه جوری بکنن که سرما و گرما داخل این ساختمون از چیز عبور نکنه. ولی در آذربایجان با کاه و گل میسازن. حالا چه کسی میتونست این خونه ها رو آتیش بزنه؟ خونه رو اگه آتیش میزدن اون
سقف خونه که پردی بود از احتمالاً تیرهای چوبی استفاده شده بود، احتمالاً اون میسوخت. دیگه شما نمیتونید یه شهر رو آتیش بزنید، شهر اصلا آتیش نمیگیره که، این خونه گل و سنگه. شما سقف این خونه رو آتیش بزنید این سقف میسوزه. خونه بغلی که مثلا 10 متر 5 متر فاصله داشته باشه حتی، یا حتی 2 متر فاصله داشته باشه، احتمال این که آتیش برسه به اونجا امکانش خیلی صفره، چون که این آتیش میفته داخل خونه، داخل خونه میسوزه. اون از ظرف و ظروف هر چی داشته باشید احتمالاً بخشش بسوزه بخشش هم نسوزه، چون اون زمان هم مثلا فلزات که نبود، همه سفالی بودن اگه بودن، یا میشکست یا بهتر میشد، اتفاقا پخته تر میشد اون سفاله. در نتیجه اینها داستانهای بچگانی هستش که به ما گفتن که اومدن مثلا شهر رو چیکار کرد. مغول ها مثلا سنگ رو که نمیخوردن، با خودشون هم که نمیبردن، بعد اینا رو چجوری میخواستن بیان مثلا یکی یکی این سنگ ها رو تخریب بکنن؟ یعنی بمب و موشک که نداشتن بزنن تخریب بکنن، چجوری میرفتن مثلا این سربازای مغول مثلا یا اسکندر میرفتن به جای اینکه به جنگن میرفتن این خونه ها رو یکی یکی سنگ ها رو بچینن بندازن بیرون، این رو بریزن اون وسط. خب چجوری راه میخواستن برن در اونجا؟ چجوری میخواستن نظم ایجاد بکنن؟ اینا میخواستن مالیات بگیرن، پول بگیرن، ثروت بگیرن، نیومده بودن که چیز بکنن. جنگ عامل ثروت اندوزی بود، به دست آوردن ثروت بود بسیاری از مواقع. گوسفندشو بگیره، گاوشو بگیره، اسبشو بگیره، خرشو بگیره، نمیدونم اگه یه چیزی هر چیزی که داشت رو بگیره، به ثروت خودش بیافزاید. اینها نمیومدن آجر که نبود، این سنگ‌های حالا 10 کیلویی 20 کیلویی که روی دیوار گذاشته بودن، اینها رو مثلا بشینه زحمت بکشه یکی دو روز مثلا یه خونه رو تخریب بکنه که مثلا چی بشه؟ مثلا اینجا بذاریم 50 تا خونه رو بخواد تخریب بکنه چی بشه؟ مثلا اصلا صرف نمیکنه برای سربازشو بذاره تو اینجور چیزا. یعنی بذاریم ببینیم، یعنی ریا عملی yer نتکیم oduni yer، آتیش هیزم رو میخوره. پس bu فقیرün mali yok kim مسجدler medreseler yapa. میگه این فقیر مالی نداره که yok kim نداره که yok kim مسجدler مدرسه‌ler yapa مثل yapmak دیگه عرض کردیم. اهل علمün مالی و خزینسی علمدür. اونایی که اهل علمن، حالا ما هم یه دوستانی داریم میشناسیم، اینا جزو فقیرترین آدم ها هستن، تنها داراییشون اون علم و خزینهشون همون علمشونه. اهل علمün mali ve hazinesi ilmidir. Nitekim malün zekati var, ilmün zekati oldur ki. همونطور که مال زکات داره، علمم زکات، مالیات، امروزه بهش میگن مالیات. Nitekim malün zekati var, ilmün zekati oldur ki. Okuduğu ilmiden halk dahi fayda göre. Hakkı ve hakkın rahmetini ve gazabini bildire. Ona göre hakkın korkusun bile. Eğer göre ibadet zikr Allah'a meşgul ola. Ve ol baylar kim؟ o baylar، بای اینجا به معنی بی، انسانهای متشخص، انسانهای دارای مال و ثروت و علم و ادب و معرفت و یا قدرت جنگندگی، رزم، فرماندهان، اینها به اینها بای میگفتن. بای معمولا به مرد میگیم دیگه. حالا اول baylar kim mallarının zakatın vermeyeler kıyamet gününde ona بخیل دیو. پخیل امروز هم در تبریز بخیل نمیگن، میگن پخیل دیو چاغرلر، به اینها رو اسمشون میذارن، هی پخیل جبرا.
پاخل، بعضی جاها پاخل گفته میشه، پاخل، احتمالا مثلا تاخل به غلات گفته میشه. پاخل احتمالا مثل تاخل شده، اینم یه چیزی جمع میکنه. تاخل رو جمع میکنید، تاخل چیزایی مثل هر دونه‌ای که جمع میکنید، لوبیا و نخود و نمیدونم مرجی و ماش و نمیدونم گندم و جو و هر چیزی که جمع، این تاخل میشه. پاخل هم یه چیزی رو جمع میکنه، مال جمع میکنه، احتمالا یه جورایی با هم ربط داشته باشن. Çağıralar olmalı taxta edip qızduralar. Gövdəsinə basalar. Gövdəsinə یعنی به این سینه‌اش یا به پشتش. این حالا اینو چرا اینجوری میگه؟ برای اینکه در گذشته آهن رو داغ میکردن، به شکل میدادن، به یه شکلی این رو داغ میکردن و به پشت برده ها یا سینه برده ها یا پیشانی برده ها یا پشت حیوانات این رو میذاشتن، داغش میکردن. این علامت اونجا دیگه مو هم نمی اومد، اون علامت نشونه این بود که این مال چه کسی هست. حتی در روستای ما هم این بعضی ها که حیوان زیاد داشتن، برای اینکه با حیوانات دیگران قاطی نشه و حالا انسان ها گرچه مسلمان هستن اینا، ولی دوست دارن که مال دیگران رو یه جوری حپل و حپو بکنن. متاسفانه این به خاطر یک نوع فقر فکری، فقر اعتقادی و درک اسلام به روشی که احتیاجشون هست برای اینجوری خودشون هم میذارن انشالله گربه هست مثلا. اینو میزدن که دیگه شناخته نشه. اول مالی تخته ادوب، تخته یعنی اینها رو، حالا چجوری این ترجمه بکنیم به فارسی؟ تخته دیگه. حالا این میز ما یه تخته داره، چوبی که لایه تراشیده باشید، یه لایه نازکی ازش بسازید، حالا به اندازه نیازتون. اون تخته ممکنه که قطرش 1 میلیمتر باشه، ممکنه 10 سانتی متر باشه، اون مهم نیست. مهم اینه که این تخته چوب تراشیده شده هست. این تخته ادوب یعنی اینها رو، همون حالتی که گفتم نمیتونم اینو به فارسی نمیشه این رو ترجمه کرد. یکی بیاد اینو ترجمه بکنه. اول مالی تخته ادوب قزدورلر، اینو در آتیش این رو سرخش میکنن. قزدورلر، قزدرماق، مثلا ما وقتی تب میکنیم نمیگیم تب یه کلمه عربیه که در فارسی نداره معنیش. ما قزدرماق میگیم، قزدرماق تب کردن. قزدırması var یعنی تب داره. حالا قزدırlar gövdesine basalar. باسماق اینجا با سین نوشته نشده، با سات نوشته شده. غداسی اوله یا ازاسی اوله اوله. basalar فداسی اوله. نتکیم قرآن عظیمده و کتاب کریمده حق تعالی جل و علا buyurmuştur یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم. اینجا آیه تموم شد. میگه که اینجا یه چیزی نوشته که احتمالاً اداسی یا فداسی، نمیدونم چی میشه. بسلر غداسی اوله، غذاش اون میشه، خوردنیش اون میشه، یا نمیدونم یه چیزی باید بخونیم. نتکیم قرآن، در قرآن عظیم این آیه اومده که یوم یحما علیها فی نار جهنم. حالا آیه رو خوندیم. میگه پس اول عالم kedanın ilminden kimse behremend olmuyor. O almun kezanın، این کذا باید باشه، دال نوشت kedanın ya da kianın.
او عالم کی آنون، حالا درست شد، او عالم کی آنون علمیnden kimse behremend olmaya yağmursuz buluda benzer. Yağmursuz yani yağmursuz مثل ابر بدون باران هست. yağmursuz bulud ابر buluda benzer. اول دخی پخیلدür. این ابری که بارون نداره پخیله دیگه، نمیذاره یه قطره آب ازش بریزه زمین. و یه چنین آدم عالمی هم که از علمش به دیگران فایده نسه یه آدم پخیلی هستش. دوباره اینجا مثل پ نوشته، پخیل. Bu fakiri gördüm ki dünyanın begası yok. Bu fakiri یعنی من خودم، حالا من نه، نویسنده میگه، من که هنوز به این قدرت روحی نرسیدم که خودم رو اینقدر بالا بدونم که بگم خودم رو کوچیک بکنم. Bu fakiri gördüm ki dünyanın begası yok. اینجا yok. ömrün dahi vefası yok. عمرم وفا نداره. فکرم شو که، حالا فکرم چی هستش؟ دیدم دنیا وفا نداره، عمرم خیلی کوتاه هست. فکرم بوده اردی که، فکرم شو که اردی که حق تعالی، فکرم شو که اردی که یعنی به اینجا رسید که حق تعالی حضرتونun قدرتinden ve azametinden ve sününden ve acayibinden علمم اردikçe اونجایی که علمم میرسه بیان ادم. خیلی آدم منصفی بوده، نمیگه که آقا من همه چیز رو میدونم و غیر از من کسی نمیدونه، میگه نه آقا به جایی که علمم قد میده. جالب اینه که در فقه این دیدگاه وجود نداره. فقها فکر میکنن که مطلق هستند، فتوا میدن به مرگ انسان ها، به کشتار انسان ها، به قتل انسان ها، به مصادره اموال انسان ها. این میگه نه آقا من علمم اردikçe بیان edeyim. Alemde خود dinlemedin söz kalmadı. Alemde خود dinlemedik söz kalmadı. احتمالاً با که بخونیم این رو. dinlemedin söz kalmadı. اون چیزی که نشنیدم نمونده. میگه که همه چیز رو تلاش، فکر نکنم وجود باشه، چون که مثلا چند تا شهر رو رفتی و چقدر کتاب خوندی، چقدر با علمای دنیا تماس گرفتی. فرض کن مثلا 20 تا شهر رو رفتی، 50 تا شهر رو رفتی، با 50 تا عالم مسلمان تماس گرفتی. آیا با یهودی ها، مسیحی ها و غیری ها رفتی، تماس گرفتی؟ نه. اینجا بازم مطلق گرایی اون چیز وجود داره. خود dinlemedin söz kalmadı. Ulemadan ol kim? Ehl ilahe nesayihden bildirmişlerdir. میگه از علما، اونا که علمای دیندار، میگه این رو یعنی Allah'a nesayihden bildirmişlerdir. Hala benim dahi fikrim şuna erdi ki بعضی نصایح‌den مناسبت geldikçe bildirem. به این رسیدم. باقی العذر عند کرام الناس. هر چیزی هم که نتونستم پیدا بکنم، اینها هم دیگه عذر من رو بپذیرید. انسان‌های دارای کرامت و بزرگ عذر انسان‌ها رو میپذیرن. مقبول. پس حق سبحانه و تعالی جل جلاله bu املاکی عدمدن وجود گترده. حالا برمیگرده این املاک رو از نیستی به وجود آورد الله تبارک و تعالی. bu مخلوقاتی جنی و انسی و ملکیleri یارتی ننوشته، یارتی یعنی خلق کرد و ادی و گفت. یلگزم چی؟ gözüm vahidüm yalgızım. اینجا گ رو با گ نوشته، انگار کشیده نداره. میدونیم که کشیده استفاده نمی کنن. یالوگزم یعنی تنها. یالوگزم
یعنی تنها، یالگز. ما امروزه این رو خیلی یالوگز نمیگیم، در گذشته یعنی یالوگزم واحدم، تکم. یالگزم یعنی هیچ کسی در کنار من، در محدوده من نیست، به این معنی. واحدم یعنی تنها هستم. فردم یعنی بیش از یک نیستم. kimse benden تغمدی، هیچ کسی، حالا داره ترجمه میکنه اون سوره چیز رو هم. kimse benden تغمدی، هیچ کسی از من زاده نشد. و بندخی kimseden تغمدم، خود من هم از کسی زاده نشدم. یا محمد آیت ات قل هو الله، یا محمد ات البته اینجا ات نیست، ات یعنی بگو. یا محمد محمد بگو. قل هو الله احد، بگو. حالا دیگه الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس یردی جنتی و جهنمی، یردی انبیایی و آنلره کتاب اندردی. امروزه در تبریز هم گفته میشه این کلمه اندردی. خیری، شری، نفعی، ضرری بیلدردی. اینها رو هم بیلدرمک کرد، آگاهی داد. بیلدردی آگاهی داد، بیلدردی. بیلدرمک بیش از آگاهیه، بیش از آگاهی دادن هست. بیلدردی یعنی خودش نکرد بلکه داد دیگری این کار رو کرد. یکی این معنی رو داره. و دیلمک این که بیلمک یه جوری درونی هست، خیلی بیرونی نیست. اینجوری به نظرم میاد. و ادی و گفت دوباره ادی هر کیم عقله اویر هر کی به عقل رفتار بکنه، قبول بکنه. اویماق یعنی مثلا خواب رفتن، اویماق دیگه یعنی بره توش. اینجوری هر کس بر اساس عقل رفتار بکنه. ادی هر کیم عقل اویر، هر کس با عقل رفتار بکنه، بر اساس عقل عمل بکنه. جنت اونون دور جنت مال اون هست. هر کیم نفسه اویر، هر کس هم بر اساس نفسش رفتار بکنه. نارم مستحق گلور نه تکیم بیورموش دور. و اما من خوف مقام ربهی و نها و نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوا. şeytan لعین نفسی هوای لذیذ gösterip nefsi havayı leziz gösterip ademe nenevişte ademe havale olmuştur. یه حواله میدونیم که به معنی چی هستش. فلان چه یه حواله ایلده یعنی بر عهده من گذاشت. اون حواله هم که در گذشته به کار میبرد دستخطی بود که نوشته میشد، مثل برات بود، یه چیز دیگری البته به غیر از برات بود ولی این همون ماهیت رو داشت. اون هم همین بود، یعنی من یه چیزی می نوشتم که فلانی از بدهی که تو به من داری اینقدر به فلان کس که این نامه رو میاره اسمش هم فلانه بده. یه حواله بود. اونم نگه می داشت در روز مبادا که به سر حساب می اومدیم میگفت آقا اینقدر بهش دادم به فلانی، اینم دستور تو، اینقدر ازش کم کرد. İmdi ademe gayret oldur kim bu azacık ömür içinde ne çekerse çeke ol lezzat şehavatiyeye aldanmak. ما میگیم aldatmak ادبیشه ولی تو آذربایجان بین د و ل عوض شده. aldatmak خیلی این جاش یه مقدار عوض شده در آذربایجان. در اینجایی که در ایران، ترکایی که در ایران هستن یه مقدار جای اون کلمات عرض کردیم این لهجه ها فرق میکنه دیگه. حالا آلدان میوب جهنم لایق اتمیه او لعینی کر و خجیل ایلیه. لعین منظورم شیطان هستش. آنون خود مرادی اولدور کی آدمی ناره مستحقه.
بذار ببینیم مستحق اده، زیرا کیم آدم حسد ادگی اجلدن. اجل کلمه عربیه ولی در ترکی خیلی استفاده میشد. من یادمه در روستا هم که بودیم این استفاده میکردن، یعنی به خاطر به کلمه به خاطر که امروز در فارسی وجود داره، این رو در ترکی به جاش اجلدن، مردود olmuştur. آدمه حسد اتگی اجلدن مردود olmuştur. کلمه مردود رد شدن از کلمه رد ساخته شده. رد در ترکی به معنی جای پایی هستش که میمونه و این به فارسی رفته به معنی رفتن شده. رد شد یعنی رفته. این رد شد، رد oldu. این کلمه از ترکی رفته به اونجا، جای پاشو اینجا میگه رد oldu، یعنی اینجا این رد پاش رو، رد پاشو میبینه میگه رد oldu، یعنی جای پاش هستش. ولی در ترکی به همین مفهوم رد یعنی جای پا هستش. مردود یعنی اون کسی که جای پاش مونده، نمیدونیم کی هست، چی بوده. مثلا ما زمستان ها اینجایی که زندگی میکنیم، حیات پشتی اینجا، حیوانات زیادی آمد شد میکنن. ما هم کامرا دوربین نداریم که ببینیم چه حیواناتی هستن. شبها میان، روزها میان. حالا ما هم نشستیم کار میکنیم، زندگی میکنیم که دنبال این نیستیم ببینیم، ولی وقتی میریم نگاه بکنیم میبینیم اوه چقدر حیوانات عجیب غریب اومده، نمیدونیم چیه، فقط میدونیم که اونجا مردود شدن، از اونجا رد شدن. حالا مردود در اینا به کسی که از امتحان رد شده گفته میشه، بازم اونجا رد شده. یعنی حالا یه منفی داده، یه معنی منفی داده در اون مردود olmuştur. اول غیرت اولدور چی؟ حالا غیرت چی هست؟ غیرت رو معنی میکنه. غیرت اولدور چی؟ اول لعینون لذات ندا alden miye. Hakkın rızası üzere evvela ola ta kim? Ola. Hakkın rızası üzere ola ta kim? Hakkın rahmetine vasıl olup devlet ebediyeye iremek berese, dest yabe. Dünya dediğin خیال و خبال که بدیر. خیال و خبال نمیدونم این چه فرقی با هم داره. خیال این خیال، خبال چی هست نمیدونم. خبال که بدیر، این کلمه رو تا اینجا تنها کلمه‌ای که معنیشو کاملا ندونستم. بذار ببینید تو شعر چی میگه. شعر انما الدنیا خیال و خبال کنگوش فی التراب و تلال. حالا این همینجا تموم شد، این شعری که گفته بود اینجا تموم شد، بقیهش ترجمه است. انما الدنیا خیال و خبال کنگوش فی التراب و خبال کنگوش. خبال یه چیزیه که کندکاری انگار، و خبال کنگوش فی التراب مثل رد پایی است که بر روی خاک مونده باشه، نه روی سفال ها، بر روی خاک مونده باشه. حالا این خبال رو بذارید ببینیم چی میتونیم بگیم. بذارید الخبال بنویسیم ببینیم میتونیم اینو عربیشو ببینیم نه فارسیشو. الخبال بذارید ببینیم چی میگه. الخبال یعنی فساد العقل و الجنون و یشیر ایضا الی الهلاک و الشر و العناد و الاناع كما انه يستخدم لوصف اسارة اهل النار و وقیهم فی الاخره و هو. حالا اینجا یه چیزی نوشته ورد فی سیاقات مختلفه للدلاله على معنی الفساد والاضطراب. حالا اینجا میگه که اون یه چیزی باشه که اینجوری. حالا الخبال فی اللغة العربیه یعرف الخبال بانه فساد العقل او الجنون. میگه که فاسد شدن عقل یا به معنی دیوانگی، جنون. وقتی عقل از بین بره، حالا یه چیزی در اون مایه ها قد یدل علی الهلاک و الضرر، میده بر ضرر و هلاک هم تعظیمه. و شر الذی یسبب الاضطراب، شری که باعث در دین چی میگه؟ فی سیاقات دینیه در چیز
ورد فی الاحادیث النبویه و خاصة فی عبارت تینة الخبال و التي فسرت بأنها أسارة أهل النار وقیحهم و سدیدهم و هي عقوبة لمن شرب الخمر او الافتراء علی المؤمن. حالا اینجا هم یه حدیثی رو گفته که دیگه کاری باهاش نداریم. خب رد پایی که خیلی هم مهم نیست و ارزشی هم نداره ولی روی خاک مونده، من همون مثال روی برف رو زدم دیگه کافیه. وقتی برفم آب بشه دیگه اون اثر هم از بین، رد پا هم از بین میره. همون معنی رو داره اینجا. و تلال حالا اینجا و ترابه و تلال، این تلال هم بوده که من معنی نمیدونم اصلا نرفتم دیگه. عاقل اول که حق تعالی حضرتون امرنه مطیع علوب طاعتنه ذکر له و شکر له علوب عظمتن و لطفن فکر اده ذکر اده کی ذکر اده که اکی göre ana göre zikrede ana göre hakkın rızasında ola hakkı Teala Celle ve Ala kavlini dilemez ki kavlini dilemez ki usyanla gönen geçire günen geçire ihla üsyana günen geçire dilemez ki usyanla günün geçire ihtimalen günün usyanla günün geçire. حالا کاف و واو و نون و نون دو تا نون داره. günün geçire استمز حالا آرزو نمیکنه dilemez آرزو نمیکنه که با اسیان روزش رو بگذرونه سپری بکنه. نازنین ömrü zayi ede zinhar bunid dahi demek ki nedelüm bu bize miktar imiş, mukadder imiş. Ne edelüm ihtimalen in nedelüm nivişte. Demek ki zinhar bunid dahi demek ki nedelüm nun de he la mim nedelüm ne edelüm bu bize mügedder imiş. Hak beni bu yolda koymuş benim elimde ne var böyle demekle İslam'dan teşere olursun. با این گفتار از اسلام خارج میشه. این به نظر من اون نظر اونه این نظر منه و نظر من اینه که درست نیست، غلط. حق تعالی hazretleri rızani ve ihtiyari eline vermiştir. رضایتت رو و اختیارت رو به دست خودت داده. این معتقده که اختیار داری. من معتقدم انسان اختیاری نداره، در هیچ شرایط مطلق اختیار نداره. حداقلش اینه که ما در محدوده هورمون هامون و محدوده توانایی‌های اندام هامون و محدوده توانایی و پروسس مغزیمون محدود هستیم. حداقلش اینه دیگه. یعنی خیلی بخوایم بگیم ما حالا بعد تو جامعه و اجتماع و طبیعت که ما همه جا محصوریم، یعنی اختیار خاصی نداریم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ نمیتونیم بال در بیاریم، مثلا پرواز بکنیم، نمیتونیم یهو ماهی بشیم بریم درون آب. اینها محدودیت اختیار نیست. هورمون داریم، زن بدون اینکه بخواد و نخواد حامله میشه، بدون اینکه بخواد اون دورانی که میتونه حامله بشه قطع میشه. مرد بدون اینکه بخواد و نخواد شهوت چجوری پیدا میشه، چجوری از بین میره. اینا همش خارج از اراده ماست. گرسنه میشیم، سیر میشیم، هوس میکنیم، با اینکه گرسنه سیر هستیم اما هوس میکنیم، اینجوری چیزا دیگه. اینا خارج از اون اختیار ماست. عقل verdi خیری و شری نفعی و ضرری bildirdi. Dilersin salah üzere ol. Akla uy. Dilersen canına layık ne ise onu işleyesin. Pes akile bu kadar yeter. Cahile bin bunun gibi desen eynine almaz. Eynine یعنی وجنه almaz. eynine almaz. Eyn به معنی چشمه اما در اینجا به معنی چشم کار نبرده. eynine almaz یعنی
اصلا اهمیت نمیده، نمیپذیره. اینینا آلمز نتکیم حق تعالی بویوردور. اینجا بویوردور رو بویور نمیگه، بویودور نوشته، یعنی همجوری یا عجب بویدور شاید بشو بخونیم که به نظرم درست نمیاد. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار. پس şimdiden kibru biz sözümüze gelelim. پس şimdiden geri. şimdiden از اینجا، şimdiden geri از اینجا برگردیم، geri عقب. biz sözümüze gelelim. Hakkı Teala bu cümleyi emlaki kim yarattı? Erşi ve kürsiyi, gökleri, yerleri açmağı, temavi ve melekleri, enva-i mahlukati, heyvanati, suleri, şemsi, gemeri, kevakibi, seyyarati, cümleyi alemi mina verdükte sonra aleme bina. البته اینجا نیا، عالمه نیا یا مینیا، حالا اینجوری خونده میشه. عالمه نیا وردکتن sonra نباتات و فواکه ترتیب اتمکده. نباتات گیاهان، فواکه هم میوه ها. ترتیب اتمگه bu güneş خورشید، güneşi خدمتکار ننوشته، خدمتکار اتی با دالز نوشته خدمت رو. خب من اینجا رو دیگه ادامه نمیدم، بذارید ببینیم اینجا علا قدر طاقت علمیم اردikçe ilham الهی کشف oldukça بیان اولنه. حالا اینجا میگه چی؟ اول که باب، حالا اینجا یه چیزی نوشته بود، چی میگه؟ میگه که پس bu kitabı cem ettim 18 bab üzere her babide bir nimet koydum. Mutala edenler gengi nimetten dilerlerse gadayı ruh edip hakkın. Gaza ننوشته، عربیش هم احتمالاً همین باشه، غدای روح، غده با د، در ترکی هم با د میگم. غدای روح edip hakkın kudretin ve sun'in tefsil eyle bilmek kimin kudreti vardır. Ala kudreti taqati ilmim erdikçe ilham ilahi keşf eledikçe beyan oluna. Evvelki bab gökleri ve göklerde olan acayibi, erşi ve kursiyi, içmağı ve temevi. این temevi رو ببینیم چی هستش. ayı ehtimalen, ayı ve günü ve yıldızları beyan eder. این açmağı ve temavi، tummak ehtimalen افتادن، احتمالا به معنی تموی tummak باشه. tummak یعنی جماق، یعنی اگه به این معنی باشه نمیدونم. حالا بذاری احتمالا بتونیم beyan eder. İkinci bab yerleri ve yerde olan acayibi ve cehennemi beyan eder. Üçüncü bab bu yeryüzünün beyanındadır. Dördüncü bab ilmi hendeseye birle iklimleri beyan eder. همزمان با علم هندسه اقلیم یعنی آب و هواهای مختلف، جغرافیاهای مختلف، از این منظور günleri ve saatleri bildirer. علاوه بر هندسه اینها رو هم بیان میکنه. beşinci bab tağları acayibinde، tağlar acayibindedir، در بیان عجایب کوه ها هستش. 6. bab suları ve جزیره‌leri bildirer. برای اولین بار اینجا من دیدم جزیره رو به کار برده. در کتاب‌های قبلی جزیره ننوشته بود، آدا نوشته بود اگر یادم باشه، شاید هم جزیره بود، یادم نیست دقیقاً. 7. bab şehirleri ve iklimleri beyan eder. دوباره حالا şehirler ve iklimler. 8. bab mescidler beyanındadır. مسجدler acayibindedir. acayibinde، این عجایب مساجد، این جالبه، خیلی بحث جالب. 9. bab Süleyman peygamber dem taxtin ve saltanetin bildirir. حالا این دم چی میشه اینجا؟ سلیمان پیغمبر دم
تختون. اینجا یه عدد صفحه ها رو هم بالاش نوشته، متاسفانه من اینها رو ندیدم. مثلا اون شهرلری صفحه 48، مسجدلر صفحه 53، این سلیمان پیغمبران مسلسی هم در صفحه 63، اون 53 بود این 63. سلطنت 6. باب 6 10. باب 10 Bülgeys'in saltanatın ve Süleyman Hazretlerine geldiğini bildirer. اینم صفحه از 70 شروع میشه تا 74. o birinci اون niye نوشته؟ اگرم نوشته احتمالا از بین رفته نون. o birinci bab ömürler takdirinde dür. 12. bab خشمiden helak olan yerler bildirir. Yerleri bildirir. 13. bab otları ve yemişleri bildirir. 14. bab suretleri ve bazı yerleri bildirir. این suretler چی میشه؟ نمیدونم. suret با سین نوشته شه. sürütler ve bazı yerleri, sürütleri ve bazı yerleri bildirir. 15. Simurg engah hikayetindedir. 16. bab rumuz çefriye ve havadis günniye beyanındadır. Koniye, kون و مکان، این کونیه beyanındadır. 17. bab ahval alamat ve eşrat saat beyanındadır. 18. bab صفحاتش هم نوشته دیگه. مناجات الهیه و موعظه و bu halkın bazı ahvalın ve zamanın ve benlerin ahvalın, begilerin ihtimalen, begilerin ahvalın ve afalın ve kişinin kendi halin ve bazı مسائل اخرویه bildirer. اولکی باب. حالا برمیگرده اینکه اولکی باب چی بوده. اون چی بود؟ تموی. اون تموی رو اگه بتونیم پیدا بکنیم من اون رو بخونم. اون برام کلمه این صفحه‌ش رو ننوشته. ببین تنها جایی که اولکی باب بوده این. خب بذارید همین باب اولکی باب ببینید تموی رو چی گفته. تموی رو با قرمز کاش بنویسه من بتونم فصل اول این تموی رو بتونیم بخونیم. شعر رو کاش با قرمز بنویسه چون که همینجوری دارم میخونم این رو، یعنی نمیخونم، مثلا میگن چی؟ تندخوانی میکنم. Fasl tefsiri de gelmiştir. Maverdi nakl ederler meleklerin ululfinden این نیست. تموی اگر مثل دموی هم میتونه باشه. دموی یعنی خون، ولی نه اون تموی نیست، برای اینکه آچماق یا اوچماق و تموی. اوچماق تموی. خدای من این پیدا بشه اینو بخونیم ببینید تموی چی هستش، معنیشو بفهمیم. خیلی سخته اینو پیدا بکنیم. عرشیدن کرسیدن. حالا هنوز در عرش و کرسی هستش. حالا جنتی 8 زیارت. حالا اینجا مربوط به جنت کافور و کوثر و زنجبیل و سلسبیل و از این حرفا هم اینجا هستش که مربوط به جنت هست. بذارید همینجوری دیگه دو تا بالا پایین نکنم صفحه رو، هر دو صفحه رو یهو نگاه بکنم که بتونیم ازش رد بشیم، این تموی رو بتونیم پیدا کنیم. فصل Allah Teala Hazretinin mülkünü tefsiliyle ya kıyasıyla beyan eylemek mümkün değildir. Enbiya ve ugala. Hala Allahu la ilahe illallah. 6. که شاه مشتری و فلان اینها. 7. gönül پادشاهی عطارد در. حالا اینجا رسید به عطارد و اینها، یعنی من معراج و اینجا چیزا رسید به اون جدول. حالا این جدول رو بخونیم ببینیم جدول چی هست. این چیزی که اینجا کشیدن ببینیم این چی هستش. اما افلاکی سپری اختصاصنده
دور. Bu حالا چی بوده دیگه قبلشو نخوندیم. Bu anlanır tub misalinde ola. Biri birinden aşağı her gökün kalınlığı zıhamet. Her gökün kalınlığı İderler kim 500 yıllık yoldur. حالا میگه ببین خیلی حرف جالبیه ها، احتمالا اینو بتونیم قبول یه جورایی بتونیم قبول بکنیم. میگه که هر گگون، هر آسمان احتمالا فاصله بین سیارات رو داره میگه. 500 yıllık 500 سال راهه میگه. yoldur ve uzunluğu dahi 500 yıllık yoldur. Cümle göklü o evvelinden ta indici göğe varınca, ta 7. göğe varınca 7000 yıllık yoldur. Az evvel ta ahir 7000 سال راه میگه. Kıyas eylene yerler ve kıyas eylene yerler ve gökler a'lâ-i elliyin katında cüzvi olacak. این yerها و آسمان ها در علای الین چیزی نیستش الان. حالا دیگه بذارید ببینیم چی اینجا چی. ارض در مرکز، بعد فلک قمر قرار داره. بعد از زمین نزدیکترین به چیز قمر ماه وجود داره. بعد فلک عطارد هستش. بعد این فلک زهره هستش و بعد از این فلک شمس به خورشید نزدیک میشه. بعد از اون مریخه و بعد از اون مشتری هستش و بعد از اون زحله و بعد از اون دیگه میره خیلی ها رو نوشته که اسد و حالا قبله فلک سرطان، قبله اینجا هستش به طرف چیز سرطان، فلک سرطان، اسد، گرتاس، احتمالاً گرتاس، سنبل، قزل. اینجا دیگه خیلی زیاده، از اینها هم بگذاریم. حکایت بایزید بسطامی، اون کلمه رو می‌خواستیم بخونیم. حالا من فکر می‌کنم که بیش از 1 ساعت و نیمه که 1 ساعت و 27 دقیقه است که داریم می‌خونیم. من اون کلمه رو می‌خواستم بدونم ولی نشد. بذارید ببینیم میتونیم بریم به، چون اون رد کردیم. من حالا صفحه برم 50، 1-2 صفحه هم بخونیم و به نظرم خوب اومدیم اینجا رو تا اینجا. صفحه 50 رو اوکی، 50 رو بخونیم، یه مقدار ازش ببینیم که bu عالم دیگر içre bir cezire gibidir. bu عالم deniz içre، دنیز من دگر خوندم این درست نیست. bu عالم این خاک ها یا حالا bu عالم deniz içre در داخل اقیانوس ها bir جزیره gibidir، مثل یک جزیره است. دخیل تاغلر یعنی این کوه ها، تاغلر واردور آنده زهیل و زیخ او آوازی گلور. حالا میگه کوه‌هایی هستش که در اونها نمیدونی زهیل چیه و زیخ چیه. میگه آوازی گلور. kimse bilmez آنون سری ندور آنده مغاره‌لر واردور. مغاره در فارسی هم رفته دیگه، مغاره شده. مغاره البته به هر چیزی که تو کوه و یا جایی که داخل چیز بشه و تاریک باشه و ندونیم داخلش بالاخره چی هست، به اونجا مغاره گفته میشه. مغاره‌لر واردور. دجال که بی و شیاطین که به آنده محبوسلر دور. میگه حالا یه چیزایی اونجا محبوسن. bu yeryüzünde acayip tağlar çoktur. اینجور کوه ها میگه خیلی زیاده در روی زمین. برو به مسکونیدن. برو به مسکون گفتیم که آسیا و آفریقا و اروپا که اینا رو به مسکونن، یعنی اینا هر سه تا تقریبا عین هم یک قاره هن، ولی خب گذاشتن دیگه. حالا این غربی ها گفتن اینجا آسیاست، اینجا آفریقاست، اینجا هم اروپاست، جدا کردن. در حالی که اینا به هم وصلن، از هم جدا نیستن.
خب bu yeryüzünde acayip tağlar çoktur. Bu rubع مسکونی ده. حالا ربع غیر مسکون کجاست؟ آمریکا، استرالیا، اینا احتمالاً ربع مسکون بوده، غیر مسکون بوده. ربع مسکون همونجا گفتیم آسیا، اروپا و آفریقا، اینا مسکونن. حالا بقیه غیر مسکونه، اسمشو گذاشته دیگه، بر خیلی جالب. اون جاهایی که انسان زندگی میکنه، اون جاهایی که انسان زندگی نمیکنه. ربع مسکونی ده 72.673 tağ vardır. در روی زمین 673 کوه وجود داره. یه جوری حالا احتمالاً شمردن. derler hakkı Teala Hazretleri bu hazai yerde, bu xarai ya hazai yerde bu kadar acayip nesneleri yaradır ve kıyas eylene cennet gibi vası yerde neler vardır. Pes cennette olan acayip tağlar ve acayip eşcar ve enhar ve dürlü megamlar ve guşeler ya köşküler هم میتونه باشه. köşküler، مقامlar و köşküler و سرایlar. köşk یه مقدار کوچکتر از سرای هستش احتمالاً، نمیدونم. vardır ki ne gözler gördü ve ne kulaklar işitti ve ne gönüllerden geçti. از دلها هم یه چنین چیزایی آرزو نکردن و نه دلler آنی تفصیل بیان etti. دلler زبانها مگر حق Teala Hazretleri lütfi ile ve keremiyle ettikimiz hatalara ve usyanlara kalmayıp yani اهمیت نده، اینها رو بپوشونه دیگه. جرمimizi affede görevüz یعنی ببینیم، ما ببینیم، görevüz همگی ما ببینیم. اللهم ارزقنا و جمیع المؤمنین و المؤمنات به حرمت سید المرسلین و خاتم النبیین محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. 6. bab zikri denizleri. 6. bab denizleri ve cezireleri ve onda olan muhtelif mahlukatı beyan eyler. Hakkı Teala Hazretlerinin mülkünü tefsiliyle ve kıyas ile beyan etmek ne mümkündür. Ama şuna kim ilmimin ve taqetimin irediği kadar ben ani beyan edelim. Bir de vardır. Bir deniz vardır. من این deniz رو خیلی چیز میکنم. Bir deniz vardır. Onun suyu buzludur. O denizde bir sandık vardır. İçinden su çıkar. یه صندوقی هست در اونجا، در این دریا که از یخه یه صندوقی هست که ازش آب میجوشه میاد بیرون، آب جوشان میاد بیرون. حالا دیگه بریم صفحه 100. اینجا 50 بود، بریم صفحه 75. 75 herden budeni la'liden burani lعلیدن başları زبرجدن بدنی بدون در زبان ترکی قدیم به معنی ملت هست و بدن. بدونی یعنی بدنی. بود از کلمه بود که ما به ساق پا گفته میشه، به قسمت بالای تقریبا ران گفته میشه، بود میگیم. بدون جمع بود هستش و این به معنی ملت. بودولار، انسان چون بر روی پاهاش راه میره بهش میگن بود، آدم. بودون یعنی ملت. این رفته از کلمه بودون رو ساختن به معنی ملت. خود بدن هم از این ساخته شده. بدن به معنی رفته از این بدنی.
بدونی جمع بدنه. بدونی لعلیدن از لعل، حالا نمیدونم لعل چی هست. باشلاری زبرجدن، سرشون از زبرجد. تاچلری تاجشون زمردن. و نردبانی، حالا این تاج احتمالا اون بالای ساختمان یه چیزایی بوده نمیدونم. زمردن و نردبانی وار ایدی. لعلیدن، نردبانش هم از لعل بوده. و یاقوتن، حالا اینها رو از کجا میدونن؟ و زمردن و مردن، این چیه؟ یاقوتن و مردن یا مردن، بله مردن باشه، حالا چی نمیدونم. هرگاه که سلیمان حضرتی تخت آغاردی، این احتمالاً آغارماق یا اغاردی یعنی اخماق میکرد، میرفت. اخماق احتمالاً این باشه، ولی آغارماق یعنی در اونجا دیده شدن. هر جاه که سلیمان حضرتی تخت آغاردی، آغا اولماق احتمالاً یا اغاردی اول ارسلانlar ayağın turup neçe yerlerden uçup kuyrukların yere örüp agirva ve levay idi. Agürler idi. Anırlar idi. Anırmak ihtimalle باشه. Anırlar idi یعنی احترام میکردن، احترام گرامی میداشتن، احترام ادب سر جا می آوردن. Üçüp kuyrukların yere örüp örmek، پهن کردن، گذاشتن، رساندن. anurlu idi. Anurlar idi یا یعنی دمهاشون رو پهن میکردن و براش به عنوان فرش دیگه آنور میکردن. آنورmak یعنی این رو با حرمت گرامی می‌داشتند. اول تختون هر ayağında bir ارسلان واریدی. ارسلان به معنی شیر هست. ارسلان نیستش. ارسلان والیدی birbirine گوهر sunardi. برای هر دیگه گوهر میدادن. bir ارسلان bir اژدهای binmişti. یه شیری برای یه اژدهایی سوار شده بود. üzerinde tavuslu ve kerkesli itmişti. Taxt döndükçe galgar kanat örüp kızgararlardı. Kızgırmak عصبانی شدن. قزقرماک احتمالا اون کلمه است. قزقررلردی یعنی اونها عصبانی می شدن یا خشمگین می شدن. سلیمان حضرتleri hergah ol kürsüye biner ol güneş yüzlüler mahbubler Süleyman Hazretlerinin güneş yüzlüler zibayan, güneş yüzlüler zibayan, güneş خورشید دیگه. Güneş yüzlüler, mahbubler Süleyman Hazretlerinin karşısında turup incüler ve cevherler sepahlerdiler. Seçerlerdi. Seçmek, cüda kerdن. Karşısında turup, T destedar. Turup, انجو incü. احتمالا اینجو باشه. انجولر و جوهرلر seçerlerdi. جدا میکردن چیزها رو. و ne dünlü adam olursa kafasında bir div ayağın tururdi. Tururdi مثل حالا احتمالا görürdü احتمالا. Ne dünlü adam olursa هر آدمی که باشه به هر شکلی kafasında در پشتش bir div ayağın tururdi. یک دیوی پاش رو میذاشت اینجا. هر yüzünde her divin hava yüzünde her divin ardınca bir yırtıcı canavar
Pencesi açıp tururdi. Hala ve havada yüzünde kuşlar kanata örüp kölge ederlerdi. Ol heybetten kimse gelip Süleyman Hazretinin divanında yalan dava etmege zehresi yoktu. Kimse nazar kılsa akli giderdi. Gayet hadidun nazar idi. Hadidun nazar mesela yani hadid آهن. Hadidun nazar idi Süleyman. Süleyman Hazretlerinin üzerinde haririden çadır kurulup dururdu. Onun üzerinde altın rehle idi. Altın همون که عرض کردیم در ترکیه به قزل طلا altın گفته میشه idi. Gökler cinler konmuşlardı. Önüne rehle ile زبور گتوررlerdi. حالا دیگه ادامه ندیم، بخونیم بریم صفحه 100. رحمهم الله 80 kere oğlan toğurdi. 80 kere oğlan toğurdi. 80 بار پسر زایید. بله توغنی birbirine vermezlerdi. Hala یک چنین زاینده‌ای رو به یک کسی دیگه نمیدادن. زیادت etmek için میخواستن زیاد بشن دیگه. زیادت etmek için اما sonra toğana vererlerdi. Toğana vererlerdi. Toğan زاینده. al احتمالا alün باشه، دست چیز رو. Bu boğuç anası ile kendiyle bile toğan kız kardeşiyle zina eyledi. Hala اینجوری bu boğuç anası ile kendiyle bile doğan kardeşiyle zina eyledi. Adem dem ani bildi. دم نمیدونم این یعنی چی. دم آنی این برای دومین باره که این دم رو میبینم. دم احتمالا همون دم لحظه. دم آنی بیلدی اول دخی واردی. bir tağda اول دخی واردی. bir tağda تغوردی. حالا زنا کرد رفت، آدم اینو فهمید. این آدم دم آنی، دم همون لحظه، آنی bildi ol dahi vardi bir tağda toğurdi. بچه رو زایید. toğdi یعنی خودش، ولی toğurdi یعنی خودش زایوند. بسلدی ol kızın adı Anug idi. Avac büyüdü. Avac büyüdü. حالا با avac که نمیدونم avac کی بود. ها avac بالا این حالا bu avac anası ile kendiyle bile هم با مادرش انگار و هم با اون دختری که باهاش قرین داشت بودند از یک شکم دو گلو زایده شده بودن زنا کرده بود. حالا میگه چی؟ اول kızın adı Onuk idi. Avac اون پسره büyüdü, bozulk şud. Ol 3000 yıl ömür sürdü. Evvel 3000 yıl ömür sürdü. Nuh tufanı onun topuğuna çıktı. حالا رسید به توپوق میشه کجای پاشنه پاش. توپوğuna çıktı. تا kim موسی علیه السلام زمانی geldi. Ol وقت Avac فرعونun گپوچیسی ایدی. حالا دربان بوده. چون حق تعالی حضرت موسی علیه السلام نبوت عطا اتی، فرعونی دعوت وردی
veribdi Musa aleyhisselam Firavun'un qətində bəslənmiş idi. Bəslənmək یعنی بزرگ شدن. بسلمه البته تنها بزرگ شدن نیستش، خورد و خوراک و پوشاک و همه چیزی که باعث بشه شما در اونجا رشد بکنید، همه چیز، تنها لباس و خورد و خوراک نیست، فکر و همه چیز دیگه، امکانات. بسلمه شاید بتونیم بگیم که با امکانات بزرگ شدن، به یه جایی رسیدن. بسلمه به این میشه. بسلنmiş idi. Musa aleyhisselam büyük yiğit oldu. Geptilerden birini öldürdü. Firavun onu tutmak istedi. Musa aleyhisselam kaçtı. حالا رفت آدم کشت. فرعون میخواد قانون رو اجرا بکنه، پیغمبر فرار کرد، موسی فرار کرد. Kaçtı. Kudüs'e geldi. Şueyb'in koyunun göttü. Şueyb ona bir asa verdi. O asa idi ki Adem aleyhisselam onu açmaktan çıkarmıştı. açmaktan، حالا این چی هستش نمیدونم، یه جاییه. این حضرت آدم یه عصا از اونجا آورده بود با خودش. توبا آقاجیندن، اسم اون درختی هم که این عصا اون بود اسمش توبا بوده. کسمش ایده، بریده بود از اون درخت توبا. شعیب علیه السلام آنه قızın verdi، دخترش هم داد به این قاتل. Bir gün Musa aleyhisselam garandaşı Harun aleyhisselami görmeye müteveccih oldu. Hatuni bela idi. چی گفت؟ biri de gelirken yol giderken yol azdılar. Biri de giderken yol azdılar. احتمالاً birlikte مثلا. Biri de giderken yol azdılar. گم شدند. Kış günü idi. Kış یعنی چیز. Kış در زبان ترکی دو تا معنی داره. یکی پا هست به معنی قش، از کمر به پایین، این قش هستش، و دوم به معنی زمستان. هر دوتا سختی رو تحمل میکنن. اینجوری شاید نمیدونم. قش جونی ایدی جزه اله خاتونی وضع اتمه بودورسی tutdi. ججه ایله خاتونی وضع اتمه، وضع گذاشتن. بچه داشت دیگه، حامله بود، میگه اینو میخواد وضع بکنه، بذاره زمین. وضع اتمه بودورسی توتی یا بودرسی توتی، نمیدونم اینو باید چجوری. بودورسی، حالا یا باید ر بخونیم یا واو دیگه این وسط. بودوسی توتی. موسی علیه السلام دخی ادامه داره داستان. بریم صفحه 130 که آخرین صفحه است خونده بودیم. یه صفحه قبلتر از اون رو هم بخونیم و کتاب رو برای امروز تمام بکنیم و شکر الله تبارک و تعالی که دوباره ما رو با یه کتاب بسیار جالب ترکی قدیمی چند صد ساله آشنا کرد و فرصتی داد، مجالی داد تا یه مقداری از اون مهندسی جهلی که وجود داره که ترک ها کتاب ندارن و تمدن مکتوب و تمدن فکری احساسی ندارن ازش خارج بشیم و متوجه بشیم که نه، ترک ها هم یه چیزهایی رو بر اثر زمان و مکان تولید کردن. Hazretleri bunlara kızıl yel vere zelzele çok ola. Ey gün yer tütüriye احتمالا tütüyle halk Kur'an'a hadise hürmet etmeyeler, ondan biri ardınca dürlü nişanlar ola. Kafirler ehli İslam itire cenk aksan olmaya. آسن احتمالا اکسن پس کافر لأهل اسلام اتره جنگ
اکسیک علمیه. اول بونی راستم گفته بنده خدا، هیچ وقت این کم نشده بین کافران و اسلامیان جنگ تموم نشده و سلاح‌ها هر چقدر پیچیده دار شدن. فعلا که مسلمان‌ها در این 250 سال گذشته دارن کشته میدن و هیچ سالی هیچ روزی نیستش که جنگ بین مسلمان و کافرها وجود نداشته باشه. فرقی نمیکنه این کافر روسی باشه، چینی باشه یا غربی، اروپایی و آمریکایی باشه، فرقی هم nemiکنه. Cenk eksik olmaya. Ol bunu bilmek gerektir. Evvel bunu bilmek gerektir ki bu hadiselerden evvel kimi canip şergiden evvelki kimi canib şergiden ve kimi canib garbiden her taraftan sahibi huruçlar huruc edeler, kim ne ashab diyeler. Ashab, حالا این چی هست؟ اول یزید اصلیندن اوله شامه گل، حالا شامه گله فساد اده. بیچاره شام الان یعنی سوریه، واقعا همینه. این اصحاب چی هستش؟ یه اسمیه دیگه، حالا اسم لاتین هست بوده هر چی بوده ترجمه کردن به عربی. اصحاب دلر اول یزید اصلیندن اوله، یزید کسی که ظلم میکنه. شامه گله فساد اده، bir kişi salb ede adi علی اوله، bir عورتی سلب اده، احتمالاً سلب یعنی به صلیب بکشن یعنی بکشن. پس bir kişi salb ede adi علی اوله، اسم اون مرده. bir عورتی سلب ede adi فاطمه اوله. Hakkı Teala Hazretleri ani قهر eyliye onlardan iki kişi kurtule Khurasana haber ileteler. خراسانه خبر ایلتلر. خراسان امروزی نیست دوستان. خراسان یه منطقه بسیار بزرگه که بخش مهمی از افغانستان و ایران امروزی و اون بالا رو تا بخارا و اینها رو ظاهراً در بر میگیره. یه منطقه جغرافیایی اسلامی هستش، غربی نیستش و جدید نیستش. امروز من یه ویدیو از سفیر آمریکا در سوریه و ترکیه و عراق منتشر کردم. اونجا میگه آقا این دولت هایی که اینجا هستش، اینجا خاورمیانه یک چیز مصنوعی هستش که بعد از عثمانیه غربی ها اومدن اینها رو خطکشی کردن و در داخل هر خطکشی یه تعداد ملل هستن، انسان هایی هستن که با همدیگه از خیلی جهات متفاوتند و اینها رو نمیشه در داخل یک جغرافیا نگه داشت. به نظر من درک درستی داشته این آدم. این سیاست، این دولت ها و دولت ملت هایی که در 100 سال گذشته در آسیا به خصوص در اونجایی که ما بهش میگیم غربی ها میگن خاورمیانه، چون ما در جایی که خودمون زندگی میکنیم بهش نمیگیم که خاورمیانه، ارت خاور، نسبت به ما اونجا محل زندگی ماست. در منطقه ما حالا نمیدونم اسمشو چی باید بذاریم، بگیم که عثمانیه، سرزمین های تحت حاکمیت عثمانیه. این حالا معتقده که باید یه جوری اون به نظر میاد که این آمریکا به این نتیجه رسید باید اگر بخواد اینجا معادن و این امکانات اینها رو بخوره باید یه جورایی مثل عثمانیه یه حکومتی باشه که هر کسی، هر ملتی هر چند کوچیک باشه و سرزمینش کوچیک باشه در اونجا باید خودش حاکم خودش باشه. به یه چنین نتیجه رسیدن که دولت عثمانی داشت. من این رو 23 سال پیش 24 سال پیش به مقامات ترکیه هم گفتم این رو که عقلی که عثمانی ها اداره می‌کردن ما باید مثل به اون عقل برگردیم. ما الان بر اساس عقل غربی داریم منطقه رو اداره میکنیم، در نتیجه همیشه خدا این گفته این آدم درسته، جنگ میفته. خب حالا این کتاب خیلی اینجا داره پیشگویی میکنه. من باید این قسمت رو بخونم. صفحه 118 اینجا نوشته، صفحه 120 چیز. ببینیم اینو من بعداً میخونم که کاملا بدونم چی به چی هستش. Bir kişi salp ede
adi Ali ola bir öğreti salbede adi Fatıma ola. Hakkı Teala Hazretleri ani qahr eyleyə. Onlardan iki kişi qurtala Xorasana xəbər ilətələr. Be Torka. Xorasan sərzemin Torkast. Xorasana xəbər ilətələr. Ondan Samniyani خروج ایلیه یا سفیانی، نمیدونم یه چنین چیزی نوشته. سفیان میتونیم بخونیم، سمنیان. سفیان به نظرم بهتره. سفیانی خروج ایلیه. اول گول اصلیندن اولا یمندن اصلیندن اولا یمندن گالگه çok فساد اده. خروج ایلیه اول گول اصلیندن اولا یمندن گالگه. اگه از اصلش باشه و از یمن برخیزه çok فساد ایده. آخر گله مکه مشرفه و مدینه منوره ارتسنده اولدخی خسوف اوله آندن sonra گهتانی چگه نه تطویل ادلوم. حالا دیگه میگه داستان رو خیلی طولانیش نکنم. نه تطویل ادلوم آندن چرمیمی چگه یه چیزی چرمیم، حالا نمیدونم چی هستش چگه و bunlar her taraftan hücum edip çok fasad edeler ve ol yana xatadan benigantur dirler. Xatadan benigantur dirler. Bir taifeden bir kafir huruc ede. Netekün beni asfar rüme huruc ede. ol dahi ol diyari ceng ile almağa قصد اده. احتمالا پیشگویی آینده هستش، اسامی مهم نیست. این چیزی که مهمه یه چیزایی رو محصل دنیا محصل یا ماحصل اینجوری محصل dünya fitne ile tola. Bunların tefsilin der söz özü ar-rasul. Bunların tefsilin der söz öz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu. Ol zamanında o 30 kişi nübüvvet davasını ede. Halkı Deccal gibi azdure. Hakkı Teala Hazretleri onları rusvay eyleye. Ol vakt İslam ehli zayıful hal olup müminler Hakkı Teala Hazretlerine tezerrü ederler. Hakkı Teala Hazretleri bunların duasını kabul edip Mehdi Hazretlerini veri biye gelip ve yeye gelip adille dünyayı ma'mur eder. حالا اینجا این کلمه رو نتونستم بخونم. مهدی حضرتlerini veri biye gelip این veri biye چی میتونه کجا میتونه gelip عدل ile dünyayı ma'mur eder. سخایل فقرایی غنی eder. Ederler kim? میگه مهدی مغربden çıkar. Asah gol budur ki Bukharadan gele. Kendüyü Mekke'de bule. İshak oğullarından 70.000 kişi ona tabi ola. Ehli keşfiden ola. Ashab-ı Kehf adedince yani 313 Ashab-ı Kehf'i Hakkı Teala Hazretleri ihya edip geleler. Mehdi'nin çavuşları olalar. Ondan sonra bu halife Allah, halifetullah, seyfi kati ve burhan sati'dir. Rahim'in mimi tarihten این تا با دسته داره این به اون چیز تارخنده میم تارخنده تغدی. تارخ یه چیز دیگریه، اسم به معنی تاریخ نیست. میم تارخنده میم تارخنده تغدی. لکن قمر طلوع ettiği zamanında طالع yıldızı سعادت برجنده iken تارخنده اون تارخ یه چیزیه دیگه. حالا اون احتمالاً اون سماوات که قبلا توضیح داده یه اسمی یه چیزیه، یه سیاره یه چیزی هستش. لکن قمر طلوع ettiği zamanında طالع yıldızı سعادت برجنده
ایکن bu xalifetullah gələ bəni əsfəri həlak eyləyə İstanbuli fəth eyləyə kafirləri qırə ehtimalən qırə mal qənimət eyləyə müxtənəm olalar ondan Mehdi sənanə varə ədəndə diyarın keşt edə cəşt ya şayədəm keşt edə ya cəşt edə gələ Küfədə bir ulu cami bunyad edə Əbu Səid Həzri Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm həzrətlərindən nəql eylər idir. Məhdi Fatimə raziyallahu anhumanın oğlanlarındandır, mərhumdur. Gənginiz həmigitun. Gənginiz ol zamana erişirseniz ana tabi olun. Ulemanın müqəllidi Məhdinin işinə dəxil edərlər. Ulemanın müqəllidi Məhdinin işinə dəxil edərlər. Sonra həqiqətən bilələr, əmrinə tabi olarlar. Bəzilər edərlər 7 yıl ya bəzilər edər 7 yıl ya 9 yıl eder میگوید 7 yıl ya 9 yıl cahanda ola ondan Çin iline vara onda olana bir oğlani ola edeler ol oğlan xاتم ola ve ولادا ودا نمیدونم ولادا ودا این چی هست نمیدونم. خب دیگه فصل دجال دیگه تا اینجا رسیدیم، کتاب رو خوندیم. به نظر من کتاب بسیار صمیمی، ساده. حالا ما با داستانهاش راضی باشیم نباشیم مهم نیست، در یک زمانی نوشته شده که در اون زمان این کتاب علمی بسیار مهمی تلقی می شده. حالا امروز ما با این چیز بهش نگاه نکنیم. مثلا امروز بعضی ها معتقدن این مهندسی جهلی که من دارم ازش میبرم، میگن آقا این مهندسی جهل دروغکی میگه که رفتن فضا. اینها تو کارگاه های فیلمسازی این دستگاه هاشون رفتن مثلا ماه، یا میگن کره زمین. حالا یه ادعی دارن هنوز هستن اینها، میگن آقا کره زمین گرد نیست، مسطحه و انتها داره. نمیده که مثلا آدم پاشه بره خودش ببینه این دنیا چی هستش، یا دسترسی پیدا بکنه واقعا ببینه که این موشک‌ها واقعا میرن ماه یا نمیرن، یا اینا فیلمه بازی میکنن. نمیتونیم. حالا اینها چیزایی که به ما میگن، ما که خودمون تجربه نمیکنیم که. همونطور که میگن الله وجود داره ما باور میکنیم، اینا میگن آقا رفتیم آسمان، موشکامون دارن میرن آسمان و نمیدونم کرات دیگر و از این حرفا ما قبول میکنیم. میگن آقا کره شمالی قطب شمال یخبندانه، ولی قطب جنوب رو نمیگن چی هست. بعضی ها میگن قطب جنوب مثلا دایناسورها و اینها زندگی میکنن. نمیدونم، من هیچی. در نتیجه ما محصول ذهنیه که این کسایی که میخوان این رو بسازن هستیم. خب روز و شبتون بخیر. تبارک و تعالی الله رو شکر و حمد باد که این امکان رو به من دوباره داد که با یک کتاب ترکی قدیمی چند صد ساله تخصصی ادبی خیلی زیبایی آشنا بشم و یک مقدار زیادی برگردم و به خودم و به ملتم و به ملت ترک و به آینده‌ای که خواهیم ساخت ایمان و اعتقاد داشته باشم. روز و شبتون بخیر. به امید دیدار در یک برنامه دیگر اگر عمری بود و